ولی در برابر استادان محترم خویش این سوال را باید گذاشت. خدای نخواسته اگر صباح و فردا اینجا یک حکومت فاندامنتالیست اکستریمیست ضد تنوع و پیشرفت به وجود بیاید، در اونجا سوال از موجودیت و عدم موجودیت پوهنتون مطرح است. تمام قانون‌های علمی و تنوع مطرح است. استاد، دانشمند، طبیب، دکتر را بگذاریم که خانم خود قطعا حق نخواهد داشته باشد، نه در تحصیل، نه در مکتب، نه در پوهنتون، نه در خانه، نه در بازار، نه در مارکت، نه در تجارت خانه، نه در فابریک. اینجا سوال اساسی است که باید در برابر استادان گذاشت که از کدام خط باید دفاع صورت بپذیره. تمام تلاش برای که حداقل چیزی باقی مانده ای را حفظ بکنیم، ای را نجات بدیم، در غیر صورت ای جنگ و ای توطئه ها و ای دسایس ملی، منطقوی و جهانی نه تنها تنوع و ترقی ما را و پیشرفت ما را میخوره، وطن ما را میخوره و تجزیه میکنه. و اینجا هر انسان وطن پرست و وطن دوست، به خصوص کسی که چراغ معرفت و تنوع را در دست دارد، چه احساسی مسئولیت در قبال تاریخ وطن و مردم و آینده می کند. ساده سر جفری ها یا بینظیر بوتو یا آقای بوش در امریکا تقاضا می کند که ما حل سیاسی مسئله افغانستان را می خواهیم. خب بارها از حل سیاسی مسئله افغانستان صحبت کرده، کنفرانس ها، روی میز ها، حتی موافقات ژنو را امضا کردند. رئیس یک سند با اعتبار بین المللی، امریکا به مثابه گارانتور و تضمین کننده، پاکستان باعث متعاقد به سند بین المللی، به سازمان ملل متحد، به منشور ملل متحد، به تمام پایه حقوقی چنین اسناد که ارزش بین المللی دارد، نه تنها پشت پا زدن بلکه به امضاهای خویش که در پای از این اسناد با اعتبار بین المللی زده بودند نیز او را زیر پا گذاشتند. نه تنها مداخله قطع نشد که باید قطع میشد بر اساس سند اولی از این توافقات ژنو تشدید شد و به تجاوز آشکار و مستقیم مبدل گردید و سوال ادغام افغانستان مطرح بحث شد تحت نام کنفدراسیون با پاکستان. سوال بر رسمیت شناختن خط دیورند مطرح بحث شد و سوال حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال وطن مطرح بحث شد. خب میخواین حل سیاسی را، مگر در کنارش سوال مطرح بحث بسازن که حل سیاسی از طریق نبودن حاکمیت و رژیم کنونی مطرح بحث است. حل سیاسی که یک طرف قضیه را شما نفی بکنین با کی انجام میدین؟ چرا این تناقض وجود دارد؟ برای که الوز ناس این پلانهای خود رو نگشتانده، پلان بلعیدن وطن. خب ما حل سیاسی وطن را میخواهیم، ولی در کنار ازی برای مجاهدین یا مخالفین اپوزیسیون رژیم افغانستان صلاح میدهیم که جنگ ادامه بکنه، کشتارها و خونریزی ادامه پیدا بکنه و اونا را تشویق بکنیم که هیچ گونه حل سیاسی را نمیپذیرن و باز بگیم که حل سیاسی را میخواهیم. تو برای ازی باز دلارها، باز راکتها، باز تمام مسائل. خب در چنین حالتی با وجود که کرسی مال شخصی نجیب الله نیست که اونا خواهش بکنن سر جفری ها موره برای کس دیگری بخشش بده. این کرسی از ملت افغانستان است و ما این ادعا کردیم، حاضر شدیم که در فرصت کوتاه حاضر استیم به طرف انتخابات بریم، بگذاریم مردم افغانستان هر کس را انتخاب بکنن. برای ما قابل حرمت و احترام است. شاید ما را انتخاب بکنن، شاید شما را انتخاب بکنن، شاید عربی ما را انتخاب نکنه، برای کس سوم رای بده. و اگر
دوستان ما فیصله میکنن که شما بیایید نظامی را به وجود بیارید. بگذار شما نمیتونید این سوالای ما را پاسخ بدین، اونا میان برای ما پاسخ بدن. اگه شما فرضی اعتماد دارید ما قبول میکنیم که بیاید گلبدین اینجا رهبری از این دولت را به عهده خود بگیره. این مسائل شما حل و فصل خواهد شد یا این پوهنتون ها و این کانون دانش از معرفت بسته خواهد شد و قفل بزرگ انداخته خواهد شد و در اینجا به طرف یک متد فنتیزم و تعصب گرایی و عقب گرایی قرنها قبل تاریخ افغانستان که تقریبا عقب هم نگه داشته شده از این قدم پس ببریش. یکی را باید پاسخ داد، این سوال را باید پاسخ داد و ما توقع ما از استادان محترم همی هست. برای این مسئله ما تلاش کردیم که سیاست مصالحه ملی را مطرح پس بسازیم. برای ما برادر افغان مطرح پس از فعلا که یک دفعه ملت پارچه پارچه خود پس دوباره یک جای بسازم. بگذارین اگر دیروز در اون صف جنگیره بیاید این روز با ما یک جای، با ما اگر در این صف جنگیدیم با اونا یک جای قرار بگیریم. باز بر اساس منافع ملی وطنی خویش تصمیم میگیریم که مراودات ما، مناسبات ما با کشورها، با همسایه ها، با جهان اسلام، با غرب، با شرق چگونه باید باشه. ولی ملت را از این چندگانگی باید بیرون کشید. آشتی را مطرح بسازید. برای آشتی بهانه هایی بود. اسلام در خطر است. تمام اصول را مراعات کردیم که گویا ایبانیشان برطرف شد. اتحاد شوروی آمده کشور را اشغال کرده. راه پیدا کردیم که اونا به کشور خویش عودت کنند. سوال قدرت و اقتدار از کرسی را تسلیم میکنیم. بیایید کرسی مال مردم افغانستان است که بریم به انتخابات. ولی سوال ای هست که شما این را تسلیم میکنید. ما را با شما مورخین، شما روشنفکران، نسل‌های آینده روشنفکر شما بعد از طی ده‌ها سال و قرن متهم نخواست ساخت که نجیب الله و یارانی از اونها و امی کسایی که روشنفکران بودن و در پیشاپیش تنور و پیشرفت و ترقی استاد بودن مسئول تمام مبارزات چی شد؟ به دست کی سپرد که ما را اینقدر به عقب بندازن؟ ما محکوم نخواهد شدیم؟ تمام از این مسائلی که میگین این مسائل را بگذارین، قانونهای از این مسائل از بین نخواهد بره. لذا اگر دایره بزرگ و وسیع و عظیم ما مسائل را با مسئولانه مطرح بس بسازیم، در جهت عشق با مسلک خیش، با تحصیل، با علم، با قانون فرهنگ، با قانون پوهنتون ها، با مقام استاد بسنجیم. بازم ما فکر میکنیم شما برای ما اجازه نخواهد دادیم، برای هیچ کس اجازه، به خود اجازه نخواهد دادیم که رژیم سیاهی بر شما مسلط شود. فناتیک، فاندامنتالیست و اکستریمیست. اجازه میتم استادان منور ما اینجا تمام مبارزه در این جهت هست که ما از این تنوع و پیشرفت دفاع میکنیم و دیگران ما را به عقب میکشند.